روز 10. من وعده صبحونه رو خیلی دوست دارم و اصلا یکی از انگیزه هام واسه بیدار شدن اینه که پاشم یه صبحونه جالب و بامزه درست کنم و بخورم. بر همین از این ترکیبات من درآوردی واسه صبحونه خیلی انجام میدم. ایشون هم ترکیب ارده و نون و طالبی و کنجد داره که خیلی هم خوشمزه بود واقعا. اگه تونستید امتحان کنید. دیگه صبحونه رو خوردم و مشغول درس خوندن شدم. امروز خیلی درس نخوندم چون ذهنم خیلی مشغول بود، یعنی یه عالمه کار داشتم که چند روز بود دلم می‌خواست انجامشون بدم ولی هی وقت نمی‌شد. دیگه گفتم اوکی بشینم این کارا رو تمومشون کنم تا ذهنم واقعا یکم آروم بگیره. با اینکه اردیبهشت خیلی وقت شروع شده و تقریبا کم کم داره تموم میشه، من هنوز کارای این ابتدای ماهو نکرده بودم. دیگه نشستم اونا رو هم انجام دادم. اینجا هم وضعیت میزم رو میبینید بعد از انجام دادن این کارها که اصلا نگم دیگه. و همین دیگه، در کل من روز متوسطی داشتم و تونستم که کلا 6 ساعت درس بخونم. امیدوارم که واسه شما روز خیلی خوبی بوده باشه. تا ویدیو دیگه، خدافظ.